آقا اگه شلنگ پکیجت پاره شده یا از این قسمت نشی آب داری، فشار پکیجت هم میاد پایین، اوساکارت هم بهت گفته 2 روز دیگه میام، این ویدیو مخصوص خودته که خودت تو خونه درستش بکنی بدون اینکه هزینه شلنگ بدی، بدون اینکه هزینه تاسیسات کار بدی. با من همراه باش. اولین کاری که میکنی این قسمت پاره شده رو با یه چاقو کامل میبری. تو مرحله دوم بعد اینکه این شلنگ رو از این جدا کردیم، این قسمت پرس شده است، اینو واسه با یه کمون اره ببریم. خب بعد از اینکه این پرس رو بریدیم و درش آوردیم، قطعه ما به این شکل میشه. کاری که میکنیم یه نوار تفلون میگیریم و شروع میکنیم اینو به نوار پیچی. چند دور در واقع این قسمت برنجیشو بهش نوار میپیچیم که آب بندی بکنه. خب حالا قسمت خوب ماجرا اینجاست. ما شلنگمون رو اون قسمتایی که پارگی داشت رو اصلاح کردیم، یه فضای یه دستی در آوردیم، آماده است که مهرمون رو جا بذاریم. اما قبلش قلق کار چی بود؟ یه بسته گازی 1/2 که بهش بخوره. حالا ممکنه 3/4 باشه شلنگتون یا 1/2 باشه، اما قلق کار اینه. شما دیگه نیاز نداری شلنگتو کامل بری عوض کنی، فقط اون قسمتی که پاره شده رو اصلاح می‌کنی، مهره رو دوباره جا میندازی و شروع می‌کنی. حالا یه خورده اینجا سفت هم هست، واسه یه خورده با فشار بیشتر اینو قشنگ تا منتهیش جا بذارین. بعد شروع می‌کنی به بستن در واقع این بسته گازیتون به صورت کامل. خب وقتی که حسابی سفتش کردی، واشه رو بهش میندازی و شلنگت کاملا آماده است. دیگه نیازی نیست هر 6 ماه پول شلنگ پکیج و شلنگ توالت فرنگی و فلاش تانک بدی. کاملا آماده است. آقا پیجمو داشته باش تا کلی ترفند از توش یاد بگیری و دوستات هم معرفی کن.